بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم عزیزان، مانده نباشین. خوب هستین؟ جور و تیار هستین؟ خیرت است کامل؟ خب بسیار خوشحال هستم که باز در خدمت شما هستم. فصل دوم، درس 19 امپراتور یفتلی ها. در این درس ما در رابطه با ایجاد امپراتوری یفتلی ها و همینطور امپراتوران مهم یفتلی و علت سقوطشان معلومات پیدا میکنیم. ببینین، بنابر عقیده سراولوفکار، مورخ معروف انگلیسی، یفتلی ها در اصل از آسیای مرکزی آمدند. از آسیای مرکزی به طرف جنوب حرکت کردند و در سال 425 میلادی موفق شدند که اولین دولتشان را، اولین حاکمیتشان را در تخار که در نقطه شمال شرق افغانستان است، در تخار تشکیل بدن. پس اولین حکومتشان یفتلیان در کدام سال، در کجا تشکیل داد؟ در 425 میلادی در تخار او اولین حکمرواییشان تشکیل دادن. بعد نواحی اطراف تخار را از کیداریان که در بلخ بود تصرف کردند و قلمروشان توسعه بخشیدند. اینها هم بعد وارد جنگ با ساسانیان شدند، چون ساسانیان ایران او زمان میخواست که قلمروشان توسعه ببخشه و تصرفات کوشانی ها و یفتلی ها را تحت قلمرو خودشان اضافه بکنند. از کارهای دیگه کردن یفتلی ها، زمانی که مناطق هومه، تخار و بلخ را تصرف کردن، امارات بودایی را تخریب کردند، چون خودشان بودایی نبودن. اما عبادتگاه های آفتاب پرستی را اصلا دست نزدن و به حالت خودشان باقی ماندن. ببینین، جنگای یفتلیان با ساسانیان زمان بسیار اوج گرفت که هنوز یفتلی ها مناطق جنوب هندوکش را تصرف نکرده بودند. مناطق جنوب هندوکش هنوز تحت تسلط کیداریان یا کوشانی های کوچیک بود. در همین زمان که هنوز اینا او مناطق را تصرف نکرده بود، شدیدترین جنگ ها بین یفتلی ها و ساسانی ها به وقوع پیوست. شاید یکی از علتهایش این بود که هنوز یفتلی ها تازه به قدرت رسیده بودند، قلمروشان زیاد توسعه نداده بودند و امپراتوری ساسانی به این فکر و خیال که بتونه اینا را شکست بده، این حکومت نوپا را و مناطقشان تحت تصرف خود در بیاره، حمله میکردن. و علتی که گفتیم سخت‌ترین جنگ ها در گرفت همین بود و یفتلی ها هم بسیار مردانه و با قاطعیت تمام از قلمروشان و از سرزمینشان دفاع میکردند. اولین جنگ بین ساسانیا و یفتلی ها، اولین جنگ شدید در سال 427 میلادی به وقوع پیوست. چطور به وقوع پیوست؟ بهرام گور امپراتور ساسانی ایران حمله کرد در منطقه مرغاب و مرو و در نتیجه خاقان که نام حاکم یفتلی ها بود، در واقع خاقان یفتلی سخت و قاطعانه از سرزمینش دفاع کرد و نتیجه این حمله و این دفاع یک جنگ بسیار سخت به وجود آمد و در نتیجه بهرام گور شکست خورد از یفتلی ها. ببینین سرزمین قلمرو یفتلی ها را در نقشه در عکس ببینین خودتون. این افغانستان امروزی است که شکل یک مشت است، معروف هستیم. خب این سرزمین بزرگه که در زمان یفتلی ها اینا تحت تسلطشان در آورده بوده. افغانستان زمان یفتلی ها این مناطق بوده. ببینین کشمیر که امروز مربوط پاکستان است، پشاور این پشاور است. ببینین تاکسیلا، پوتالی پوترا که در خیلی از درس‌ها از اینا نام بردیم و همینطور مناطق از افغانستان. گفتیم اولین حکومتشان در تخار در این محدوده میفته تشکیل دادن و از طرف آسیای میانه، یعنی از این مناطق به طرف جنوب یا به این طرف آمدن اولین بار. عکس ببینین، اینم سکای زمان یفتلی هاست. ببینین یک طرف سکه است، هم روی دیگه سکه است زمان یفتلی ها که کشف شده و
باقی مانده. خب بعد از این که بهرام گور شکست خورده این جنگ سخت در سال 438 میلادی، پسر بهرام به نام یزدگرد دوم باز با یک لشکر بزرگ، یک لشکر عظیم خودش آماده کرد که به افغانستان امروزی به سر سلاطین یفتلی حمله بکنه. بعد باز هم جنگ بسیار سخت در گرفت و باز هم یزدگرد دوم ساسانی باز هم از یفتلی ها شکست خورد. بعد اینا آرام ننشستن، به امید این که بتونه قلمرو یفتلی ها را تصرف بکنه، بار دیگه فیروزشاه اول ساسانی باز یک لشکر عظیم را جمع کرد و باز به طرف افغانستان هجوم آورد. در این حمله که طرف مقابلش اخشنور بود، در این زمان حکمروایی اخشنور بود. اخشنور یفتلی از امپراتورای بسیار بزرگ و قدرتمند و شجاع یفتلی ها بود. بعد بازم جنگ بسیار سخت در گرفت و در نتیجه اخشنور پیروز شد و فیروز اول شکست خورد. میگن که فیروز اول در این جنگ به اسارت درآمد. زمانی که خود فیروز شاه به اسارت اخشنور درآمد، بعد گفت بیاین مصالحه کنیم. بعد مجبور شد پسرش قباد را، پادشاه یعنی امپراتور فیروز شاه، پسرش قباد را به عنوان گروگان به پیش یفتلی ها گذاشت و تعهد کرد که سالانه یک مبلغ بسیار زیاد را به عنوان باج به دولت یفتلی پرداخت بکنه. پسرش قباد به این خاطر گروگان گذاشت که اخشنور و یفتلی ها مطمئن شود که حتما فیروزشاه وقتی که برگشت به شهر خود به عهد و پیمان کرده وفا میکنه و باجی که با هم به مصالحه رسیده ای باج را پرداخت میکنه. اینطور شد که پسرش قباد را گروگان گذاشت و خودش برگشت و به مدت 2 سال مالیات زیاد را برای یفتلی ها پرداخت میکرد تا موفق شد پسرش رها بسازه. در مقابل پرداخت مالیات و عمل به قول که داده بود، پسرش یفتلی ها آزاد کردند. در زمان اخشنور که گفتیم امپراتور قدرتمند یفتلی بود، موفق شد که آریانای قدیم را دوباره همه را تصرف بکنه و یک وحدت کامل بین سرزمین های آریانای قدیم ایجاد بکنه. گفتم که قبل از او بعد از کوشانی های کبیر چی شده بود؟ گفتم که در افغانستان ملوک الطوایف به وجود آمده بود و حاکمای محلی هر کدام اعلان حکمروایی میکرد، ولی اخشنور یفتلی موفق شد که آریانای قدیم را دوباره همه را متحد و یک پارچه بسازه. اخشنور موفق شد نواحی جنوب هندوکش هم تصرف بکنه. بعد زابل را به عنوان پایتخت امپراتوری خود انتخاب کرد و از همین زابل اتخاذ پلان تسخیر برای مناطق دیگر را در همین شهر زابل پایتخت که انتخاب کرده بود پیریزی میکرد. این کارهای اخشنور در حال بود که همزمان با بین ساسانی ها یک اختلاف و تشنج به وجود آمده بود و این اختلاف و تشنج به حد بالا رفت که برادر فیروزشاه را که ولاش نام داشت، یکی از وزرا از سلطنت خلعش کرد و کورش ساخت و اصلا چشمایش دید خود از دست داد. بعد نوبت به قباد رسید. ببینین در ایران بعد از این اختلافاتی که بین ساسانیا بود، بعد نوبت قباد رسید. قباد پسر فیروز این وقت با حکمروایی ساسانیا تکیه زد به امپراتوری ساسانیا، با یفتلی ها از در دوستی پیش آمد. حالا چرا؟ این جزء درستان نیست، من برای معلومات عمومیتان میگم. به خاطر که قباد هم جنگ با یفتلی ها را تجربه کرده بود، با پدر خود آمده بود، شکست سخت خورده بود و هم از طرف دیگه 2 سال به عنوان گروگان پیش یفتلی ها باقی مانده بود و در این مدت گروگانی مهمان پرستی افغانستانی ها را دیده بود که با این که قباد به عنوان گروگان باقی مانده بود، ولی اینا به عنوان یک مهمان در این 2 سال ازش خوب استقبال کردن و مهمان نوازی کردن. از طرف دیگه هم بعضی مورخین میگه که
فیروزشاه ساسانی بعد از اینکه سخت از اخشنور شکست خورد، این جزء درستان نیست برای معلوماتتون میگم گفتم، بعد از اینکه شکست خورد یک دخترش به عقد شاه یفتلی در آورد. بعد وقتی که یفتلی ها با ساسانی ها صلح کردن، از در دوستی با یفتلی ها پیش آمد ساسانی ها، یفتلی ها از طرف غرب خاطرشان جمع شد و حکمروایان یفتلی دیگه بیشتر متوجه هندوستان شدند. بعد چی کار کرد؟ اخشنور نیم قرن حاکمیت کرد، یعنی حدود 50 سال اخشنور حاکمیت داشت در قلمرو وسیعی که تشکیل داده بود. در این مدت از ولاش و قباد که بعد از فیروزشاه و 2 سال هم از خود فیروزشاه ساسانی، بعد از ولاش و بعد هم از قباد باج میگرفتن و امپراتور ساسانی ایران در واقع در این مدت باجگزار یفتلی های افغانستان بود. بعد وقتی که روابط چون با این طرف خوب شد، از طرف غرب خاطرشان جمع شد، اخشنور به طرف هند متوجه شد، او طرف لشکر کشی را شروع کرد و خاندان گوپتای هند را شکست داد و از میان برداشت. در سال 460 میلادی موفق شد که 40 ولایت هند را کاملا به تصرف خود در بیاره. بعد از اخشنور پسرش به اسم تورمنه به قدرت تکیه زد. تورمنه چی کار کرد؟ تورمنه خودش در مسکوکات که ازش به جا مانده، خودش امپراتور زابل تورمنه نامید. در سکه‌ای که ضرب زد خودش امپراتور زابل عنوان کرد. بعد قلمروش بازم بیشتر توسعه داد تا هند مرکزی را تورمنه تحت تصرف خود در آورد. بعد تورمنه هم بالاخره در سال 502 میلادی فوت کرد و نوبت به مهراکولا پسر تورمنه رسید. بعد از تورمنه پسرش مهراکولا به سلطنت رسید. مهراکولا باز هم حمله به این را ادامه داد و گوپتاها را مجبور کرد که باجگزار دولت یفتلی باشه و سالانه به دولت یفتلی افغانستان باج پرداخت بکنه. بعد جنگ‌های هم مهراکولا با حاکمای بنگال کرد و در اونجا هم هرچی مراکز بودایی تحت تصرفشان درآمد، مراکز بودایی را کلاً منهدم کرد. خیلی از مراکز بودایی را مهراکولا مثل پدرکلان خود منهدم کرد. بعد مهراکولا هم بالاخره در سال 542 میلادی فوت کرد و از دنیا رفت. همزمان با مرگ مهراکولا دیگه زوال دولت بزرگ یفتلی هم کم کم شروع شد. چرا شروع شد؟ مثل همیشه خب ملوک الطوایف به وجود آمد. حکمرانان محلی هند دوباره روی کار آمدن و اعلان استقلال کردند. همینطور در بنگال، هند و بنگال مناطق که جز قلمرو امپراتوری بزرگ یفتلی بود، بعد از مرگ مهراکولا حاکمان محلیشان در هند و بنگال اعلان استقلال کردند. و از این طرف هم قدرت حاکمان محلی در افغانستان بیشتر شد. یعنی در افغانستان هم حاکمای محلی هر کدام در شهر خود به سلیقه خود و به منافع خود اعلان استقلال کردند و بدون تابعیت از دولت مرکزی حکمروایی را شروع کردند. بعد از فروپاشی امپراتوری بزرگ یفتلی چه اتفاق افتاد؟ دوباره یک دولت به وجود آمد به نام حاکمیت کوشان یفتلی. چرا این دولت به وجود آمد؟ اگر یادتان باشه در درس گذشته توضیح دادم که زمانی که یفتلی‌ها موفق شد که سرزمین‌های کوشانی را، کابل و اینا را تصرف بکنه، گفتم که کوشانی‌ها کاملا از بین نرفت. اینا رفتن در مناطق جنوب شرق افغانستان و اونجا اینقدر صبر کردند تا یفتلی‌ها باز شکست خورد و کوشانی‌ها دوباره برگشتن و حاکمیت‌های کوچک محلی را دوباره تأسیس کردند. و از این طرف هم بازماندگان حکومت یفتلی، حاکمایش که باقی مانده بود، اینا هم در بعض شهرها حاکمیت داشتند که نتیجهش میشه حاکمیت کوشان یفتلی و حکمرانان محلی. از جمله ببینید ما چند تا از این چیزها را در درستان آورده نام میبریم. از حکمرانان محلی را یکی کابل شاهان بود.
کابل شاهان یعنی محدوده کابل امروزی. ناگفته نمونه که دیوالایی هم که در سر کوه شیر دروازه میبینین هنوز هم آثارش باقی است. این دیوالا را بعضی از مورخین میگن که از زمان کوشانیای کوچیک یا همین کابل شاهان بوده، به خاطر دفاع از شهر از هجوم دشمن سراسر کوه دیوار گرفته بوده. کنه هنوز دیوارایش هنوز هم پابرجاست و به صورت خرابه دیوارا رو میبینین در سر کوه شیر دروازه باقی مانده. حالا که صحبت آمد شیر دروازه هم به این خاطر شاید یکی از دلایل که این نامی کوه شیر دروازه ماندن به این خاطر که در واقع دروازه شیران میگفته. یک سلسله هم در بامیان حکم روایی میکرد به نام شیران بامیان که گاهی وقت سلطنت اینا تا نزدیکای کابل هم میرسیده. یعنی در واقع دروازه‌ای بوده برای وارد شدن شهر شیران. خب گفتم که حاکمیت‌های محلی مثل کابل شاهان، ردبیل شاهان، کابل شاهان که در کابل حکم روایی میکردن، ردبیل شاهان که در مناطق غزنی و هومه و اطرافش حکم روایی میکردن، شیران بامیان که اینا هم چند صد سال در مناطق مرکزی افغانستان در بامیان و هومه و اطرافش حکم روایی میکردن، و نگین شاهان و همینطور در مناطق مختلف افغانستان حاکمای محلی با حکم رواییشان ادامه دادن. یک ویژگی خاص داشت همین حاکمیت‌های محلی در افغانستان در زمان کوشان یفتلی، و او ویژگیشی بود که با اینکه ملوک الطوایف بود، با اینکه از یک قدرت مرکزی خاص برخوردار نبود، اما همین حکمرانان محلی در مقابل سپاه اسلام از قرن 6 تا اواخر قرن 8 میلادی سخت مقاومت کردن و دفاع کردن. یعنی سپاه اسلام از قرن 6 که اسلام ظهور کرد و بعد تبدیل به یک قدرت و یک امپراتوری بزرگ در دنیا شد و حملات چه به طرف ایران امروزی و به طرف افغانستان آغاز کرد، در افغانستان از قرن 6 تا اواخر قرن 8 حدود 250 سال جنگیدن، ولی موفق نشدن که همین حکمرانان محلی را با اینکه از قدرت مرکزی برخوردار نبود کاملا شکست بدن و نابود بسازن، تا اینکه در نهایت حکومت‌های مستقل اسلامی در افغانستان شکل گرفت. یعنی چی؟ یعنی اعراب در افغانستان موفق نشدن حکم روایی بکنن، سلطنت بکنن، تا اینکه خود افغان‌ها حکومت‌های اسلامی مستقل را اونجا تأسیس کردن. نقشه افغانستان ببینین. بلخ، تخار که گفتیم اولین حکومتشان یفتلی ها در تخار تأسیس کرد. گفتیم که از آسیای میانه یعنی از این مناطق آمد وارد تخار شد، و بعد ساسانیای ایران که از اینجا قدرت گرفته بودن آمدن و جنگ هایی که بینشان صورت گرفت، و بعد گفتیم کابل شاهان که در این نواحی بودن، شیران بامیان که در این نواحی بودن، و همینطور ردبیل شاهان در این نواحی و حاکم های غرب در این نواحی به حاکمیت چون به صورت مستقل و جداگانه حکم روایی میکردن. خب به سوالات درس دقت کنین. سوال اول، یفتلی ها از کجا آمدن؟ شما بگوین. آفرین. درست است، یفتلی ها از آسیای میانه به طرف جنوب آمدن و در سال 425 میلادی نخستین حکومتشان را در تخار تأسیس کردند. سوال بعدی، سوال دوم ببینین. راجع به اخشنور و راجع به اخشنور حکمران یفتلی چی میدانید؟ کی میتونه بگوید؟ بله، اخشنور از سلاطین قدرتمند یفتلی بود. فیروز ساسانی را موفق شد شکست بده. بعد فیروز مجبور شد پسرش قباد را گروگان بگذاره و به مدت 2 سال ساسانیا به دولت یفتلی باج پرداخت بکنه تا بعد از 2 سال پسرش قباد آزاد شد. خب سوال سوم، راجع به تورمنه چی میدانید؟ تورمنه یفتلی که یکی از امپراتوران یفتلی بود. آفرین، تورمنه پسر اخشنور بود. خود را در مسکوکاتش امپراتور زابل خواند و تا کجا قلمرو توسعه داد؟ تا هند مرکزی قلمرو توسعه بخشید. خب به نمونه سوالات کنکور هم دقت بکنین. نمونه سوالات کنکور طبق معمول براتون میخونم. سوال اول
اول از نمونه سوالات کنکور. در پی فروپاشی یکی از امپراتوری‌های زیر در افغانستان حاکمیت محلی ردبیلشاهان به وجود آمد. مربوط فرم لوگر است. 4 گزینش: گزینه اول گزینه آ یفتلی ها، گزینه دوم گزینه بی کوشانی، گزینه سوم گزینه سی یونانی، گزینه چهارم گزینه دی ساسانی. کدام جواب درست سوال است؟ دقت کنین، جواب درست یفتلی هاست. یعنی بعد از فروپاشی حکومت یفتلی ها ردبیلشاهان و قدرت رسید، حاکمیت محلی ردبیلشاهان. سوال دوم از نمونه سوالات کنکور. یفتلی ها اداره خود را برای اولین بار در کدام سال ایجاد نمودند؟ مربوط فرم دایکندی است. گزینه اول گزینه آ 360 میلادی، گزینه دوم گزینه بی 312 میلادی، گزینه سوم گزینه سی 255 میلادی، گزینه چهارم گزینه دی 425 میلادی. کدام صحیح است؟ ببینین جواب صحیح گزینه چهارم یا گزینه دی سال 425 میلادی صحیح است. خب سوال سوم از نمونه سوالای کنکور. ولاش حکمران کدام سلسله بود؟ مربوط فرم آکادمی ملی نظامی است. گزینه اول گزینه آ هخامنشی، گزینه دوم گزینه بی یفتلی، گزینه سوم گزینه سی ساسانی، گزینه چهارم گزینه دی کیداری. کدام گزینه صحیح است؟ ببینین گزینه سوم یا گزینه سی که جوابش میشه ساسانی جواب صحیح سوال است. سوال چهارم از نمونه سوالای کنکور. ردبیلشاهان در کدام منطقه تسلط داشت؟ مربوط فرم غزنی میشه. گزینه اول گزینه آ غزنی، گزینه دوم گزینه بی بلخ، گزینه سوم گزینه سی بامیان، گزینه چهارم گزینه دی هرات. کدامش درست است؟ ببینین جواب صحیح گزینه اول گزینه آست. جواب صحیح غزنی است. غزنی درست است. سوال پنجم از نمونه سوالای کنکور. دقت کنین. کدام حکمران ساسانی قباد را تسلیم اخشنور نمود؟ مربوط فرم دوم لوگر است این سوال. گزینه اول گزینه آ ولاش، گزینه دوم گزینه بی یزدگرد دوم، گزینه سوم گزینه سی بهرام، گزینه چهارم گزینه دی فیروز. کدامش جواب صحیح است؟ جواب صحیح و درست صحیح کنیم حالا. گزینه چهارم گزینه دی صحیح است. فیروز جواب درست سوال است. خب به کار خانگی میرسیم شاگردای عزیز. دقت کنین، من کار خانگیتون میگم. چند بخش داره. قسمت اول ببینین درس را از روی کتاب بخونین. وقتی میخونین سعی کنین خوب با دقت درس بخونین تا با کلمات جدید با واژه‌های جدید خوب آشنا شوین. بعد قسمت دوم راجع به اخشنور لکچر بتین. وقتی درس خوندین اطلاعاتی که جمع شد پیشتان خودتان در مورد اخشنور که گفتم از سلاطین و حاکمان بزرگ امپراتوری یفتلی است و چی کارایی کرد خودتان لکچر بتین. خب درس ما به پایان میرسه ایزان. تا جلسه دیگه همتون به خدا مسپارم. به امان خدا. خداحافظ.